با تازه‌ترین تحولات تاجیکستان و جهان شما رو در برنامه اخباری آزادی آشنا می‌کنیم. سلام بینندگان عزیز، موضوع امروز 28 نوامبر از این قرارند. وزارت کارهای داخلی روسیه از اول سال جاری تقریباً 60,000 اجازتنامه کاری مهاجران یا پتنت را لغو کرده است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از کشته شدن 3 کارگر چینی در ناحیه شمزین شاهین نگرانی جدی نموده از طالبان خواست جهت تأمین ثبات و امنیت در سرحد تدبیرهای مؤثر بیاندیشد. و بعد مرگ سرباز گارد ملی آمریکا که در آن زاده افغانستان متهم می شود، واشنگتن ارزیابی عریضه های مهاجرت افغانها را قطع می کند. این تفتیش تروریسم است، در این باره خطا نکنید. وزارت کارهای داخلی روسیه از اول سال جاری تقریباً 60,000 اجازتنامه کاری مهاجران یا پتنت را به اعتبار کرده است. در این باره معاون دبیر شورای امنیتی روسیه الکساندر گریبینکین در صحبتش با روسیسکای گازета بیان داشته است. سبب بیکار شدن این تعداد اجازتنامه پیشنهاد نکردن معلومات درباره فعالیت مهنتی می باشد. این مقام یادآور شده است که سر از سال 2024 مهاجران بعد دریافت پتنت باید در دوام 2 ماه به مقامات حدودی وزارت کارهای داخلی روسیه درباره جای کارشان خبر دهند. در عکس حال پتنت به اعتبار دانسته می شود و برای حضور مهاجران در قلمرو این کشور اساس شدن نمیتواند. در روسیه شهروندان خارجی حق ندارند که به پتنت کار کنند. پروانه کار باید منتظم دراز و پول هر ماه آن پرداخت کرده شود، وگرنه شهروند خارجی حق دریافت درآمد رسمی را از دست می‌دهد. شروع از 1 январи سال آینده پتنت برای مهاجران کاری در منطقه‌های گوناگون روسیه بالا می‌رود. از جمله مهاجرانی که در مسکو کار می‌کنند برای پتنت به جای 8,900 روبل 10,000 روبل پرداخت خواهند کرد. وزارت امور خارجه پاکستان کشته شدن 3 شهروند چینی در تاجیکستان را حمله شریرانه تروریستی و تهدید جدی برخواسته از خاک افغانستان خوانده محکوم کرده است. وزارت امروز با نشر یک بیانیه رسمی همچنین به حکومت تاجیکستان و چین اظهار همدردی نموده است. وزارت امور خارجه تاجیکستان خبر داد که شب 26 نوامبر در نتیجه حمله مسلحانه به قرارگاه یک کارخانه ظرفشویی در ناحیه شمزین شاهین 3 کارگر چینی کشته شدند. طالبان در واکنش به این حادثه گفت که این حمله توسط گروه‌های انجام شده است که هدفشان ایجاد بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی میان کشورهای منطقه می باشد. رادیو آزادی بعضی از جزئیات نوی این حادثه را آشکار نمود که در گزارش همکارم طاهری سفر می بینیم. گزارش در اساس نوارهای کاربران تهیه گردیده است. جزئیات حمله مرگبار به کارگران چینی در مرز تاجیکستان با افغانستان آشکار شد. در نتیجه حمله افراد مسلح از کشور همسایه در ناحیه شمسین شاهین در شب 26 نوامبر 3 شهروند چین کشته شدند. 3 منبع علیحده در مقامات به رادیو آزادی گفتند یک شهروند دیگر چین در جریان تیراندازی سخت زخمی شده است و حالا در شفاخانه مرکزی شهر کولاب بستری است. به قول مقامات که نخواستند نامشان برده شود، سفیر چین در تاجیکستان روز 27 نوامبر به عیادت شهروند کشورش به کولاب آمده است. جسد قربانیان حمله را از کولاب به دوشنبه بردند تا از آنجا به وطنشان انتقال بدهند. قربانیان حمله از 30 تا به 45 ساله بودند و به قول مصاحبان رادیو آزادی تیر زیاده خوردند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 27 نوامبر گفت حمله شب 26 نوامبر از قلمرو افغانستان به قرارگاه کارمندان شرکت ظرفشویی با نام شاهین اسم صورت گرفت. به قول وزارت حمله با اسلحه آتش فشان و ظاهراً پهباد یا درانهای خرد قاتل صورت گرفته است. وزارت حمله را قاطعانه محکوم کرده از طالبان حاکم در افغانستان خواسته است جهت تامین ثبات و امنیت در سرحد تدبیرهای مؤثر بیاندیشد. تحقیق حمله ادامه دارد و به گفته منبع‌ها بعد از این حادثه با دستور سفیر چین کارگران باقیمانده چینی در کارخانه شاهین اسم واقع در دره زربوز در ساحل رودخانه 5 به دوشنبه برگشتند. این محل با ولایت بدخشان افغانستان هم مرز است. ماه نوامبر سال گذشته هم در نتیجه حمله افراد مسلح به این کارخانه ظرفشویی 1 شهروند چین کشته شد و 4 کس دیگرشان و 1 شهروند دیگری تاجیکستان زخم برداشتند. روز پنجشنبه 27 نوامبر پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ اعلام کرد که تا زمان احیای نظم و ثبات کشور مأموریت زیر رهبری او ابدا متوقف نمودن مهاجرت شهروندان به اصطلاح عالم سوم را پیشنهاد خواهد کرد.
дар шабакаи иҷтимоӣ Truth Трамп навишт ки ӯ тақдими имтиёз ва кӯмакҳо ба афродеро ки шаҳрванди амрико нестанд қатъ мекунад. Президенти амрико ҳамчунон ҳушдор додааст он муҳоҷироне ки шаҳрванди амрико ҳастанд вале сабабгори нороҳатӣ дар дохили кишвар ва таҳдид ба амният ба шумор мераванд ва ё тамаддуни ғарбиро қабул надоранд, аз шаҳрвандии амрико маҳрум ва аз амрико ихроҷ хоҳанд шуд. ин изҳороти Трамп пас аз он нашр шуд ки як муҳоҷир аз Афғонистон дар маркази Вашингтон ба сарбозони горди миллӣ бо силоҳи оташфишон ҳамла кард. дар натиҷа яке аз онҳо фавтида, дигаре маҷрӯҳ мебошад. тафсилот дар гузориши ҳамкорам Муъмин Аҳмадӣ. در پی حمله به سربازان گارد ملی در پایتخت ایالات متحده آمریکا که با مرگ یکی از آنها و جراحت دومی در نزدیکی قصر سفید به انجام رسید، ایالات متحده ارزیابی درخواست‌های مهاجرت مربوط با افغانستان و شهروندان این کشور را متوقف می‌کند. شام پنجشنبه در این باره پرزیدنت ایالات متحده آمریکا معلومات داد. سارا بکستروم از ایالت ویرجینیا غربی یکی از اعضای گارد ملی انسانی محترم با عزت و پیشقدم که خدمت را در ماه یونیو سال 2023 آغاز کرد، از زخم‌های برداشته‌اش درگذشت. با گفته رئیس جمهوری آمریکا، عضوی دیگری گارد ملی که در تیراندازی 26 نوامبر جراحت برداشته بود، اندریو والفی 24 ساله است که طبیبان برای نجاتش مبارزه میبرند. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا ابراز داشت که فرد متهم با حمله رحمان الله لکنوالی 29 ساله که در تیراندازی با سربازان گارد ملی زخمی شد، حالا در بازداشت است. با قول ترامپ، لکنوال ماه سپتامبر سال 2021 وقتی بیرونشوی به سر و سامانی نیروهای آمریکا از افغانستان و سر قدرت آمدن طالبان به آمریکا کوچ بست. ترامپ افزود که اکنون مأموریت زیر رهبری او پرونده های تمام شهروندان افغانستان را که در دوره ریاست جمهوری بایدن به آمریکا مهاجرت کردند بازبینی میکند. به نوشته خبرگزاری رایترز، لکنوال 10 سال در ارتش افغانستان خدمت و در آن دوره به نیروهای ویژه ایالات متحده آمریکا نیز کمک کرده است. رئیس خدمات کشف ایالات متحده آمریکا جان ردکلیف تصدیق کرد که لکنوال در عملیات نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان شرکت کرده است. روز 27 نوامبر خدمات تحقیقات ایالات متحده آمریکا یا خود FBI در ایالت واشنگتن که در آنجا لکنوال با همسر و 5 فرزندش به سر میبرد و شهر سان دیگوی ایالت کالیفرنیا یک چند خانه را تفتیش کرد. کاش پاتل رئیس خدمات تحقیقات ایالات متحده آمریکا گفت که مفتشان تجهیزات الکترونی را مصادره کرده با نزدیکان متهم صحبت کردند. این تفتیش تروریسم است، در این باره خطا نکنید. دادستان شهر واشنگتن تأکید کرد که لکنوال در مرکز واشنگتن سربازان گارد ملی را هدف گرفته است. اکنون شماری از افغانستانی های مقیم آمریکا خوف دارند که زیر فشار قرار گرفته به حمله های انتقام جویانه روبرو خواهند شد. وزیر جنگی آمریکا پیت هگست تصمیم گرفته است برای تحکیم نظم و ثبات در پایتخت آمریکا باز 500 سرباز دیگری گارد ملی را مستقر کند. ارسال بحث برانگیز سربازان گارد ملی برای تأمین نظم و ثبات در شهرهای بزرگ آمریکا از طرف حکومت ترامپ بار دیگر در مورد توجه حلقه‌های سیاسی قرار گرفته است. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. کمبود برق در پایتخت تاجیکستان با کار ماشین‌های برقی هم مشکل پیش آورده است. رانندگان الکترومبیل‌ها که کارشان از برق سخت وابسته میباشد میگویند که یک هفته اخیر به جای درآمد بیشتر ضرر میبینند، چون اکثر وقتشان در جستجوی برق و نوبت‌پایی برای نیرو دادن ماشین‌هایشان میگذرد. چنانچه موضوع در گزارش همکاران ما زرانگیز نوروزشاه و شعلای عبدالله که از چند نقطه برقدهی ماشین‌ها در دوشنبه دیدن کردند. نوبت‌پایی ماشین‌های برقی در یکی از گوشه‌های دوشنبه. رانندگان تاکسی میگویند مجبورند برای نیرو دادن ماشین‌های خود ساعت‌ها نوبت ایستند و وقت تلف کنند.
20 ماشین اچرات وقت بیشتر میرن هم کلیتو جداد که میشینه در بیرون تمام جو ما میکنی جو بیاوی هر جا کار میکنه اما جو محکمه بسیارش لیمیته چند جورش مکفته اومده تو بعد سه جا کوته بعد جا افتاد جو کار میکنه جو اومده تقریبا یک هفته همه کیجوی میره اوچرات رازبور جنگ جنجال مقصد نیست همه جو زینی تا لیمیت کردگی کمبودی برق برای نقطه‌های برقدهی ماشین‌ها هم دردسر شده است. به گفته رانندگان در بسیار نقطه‌ها از ساعت 9-10 صبح و بعد از ساعت 16-17 شام برق نیست. برق که آمد نوبت‌ها هم دراز می‌شوند. ما شاو می‌زنیم که زران کلیت‌ها سر روز پت کنن اصلا شاو بسیار چا نیستین. روزانش بخیر. شب تا ساعت چند وقت؟ 2 ساعت 3 ساعت نیستی بسیار شاو بیار بعد می‌بینی. شما می‌مونید با شاو می‌مونید؟ اولی با شاو بود میشه تیز بود میشه. شب تا ساعت چند هستین در نوبت؟ تو 10-11 تو می‌زنیم بود میشه وجه خچام. خنکه تیز می‌خوره چیش. قمریدین که با تاکسیرانی در دوشنبه روز می‌گذراند امسال ماشینی برقی خرید تا خرجش کم و کارش آسان شود اما مشکلی به برقی او را از آینده کارش نگران کرده است. وضعیت بنزین و وزمین بود ایوش با بهتر شدن که در گازش زدیم گازش با عید عوض میشید با این سویتکی با خدا نعمت خدا در رسیدگمون با گفتیم که نویا مایده دمون هد میشه که یا برا بلا زد. رانندگان منتظر نه تنها از خود پایتخت بلکه از ناحیه‌ها به مثل وحدت و نورک نیز هستند چون آنجا احوال تامین برق بدتر است. یک روز 2 بار ضریت میمونه. یک تا ضریت نمیرسه برای که سر میبریم در خدمت خلق میگردیم. هم خدمت خلق هم زندگی خمون روزگار خمون تا ساعتای 1-2 یا ضریت بود میشه بعد این پرابلم ضریت مونی ضریت میکنیم ضریت مونک میکنیم اینجا میری اوچرات اونجا میبی اوچرات دین اما پایان این روزگار رفتم 16 ماشین نوشتن اوچرات منم این ماشینا 45 تقریبا 45 1 ساعت ضریت میگیرن اگه شما بیننده حساب کننده اگر ما 16 ساعت اونجا از اوچرات بیستم گفتن گپو یک روز زیاد قریب 1 سوتکه ما اوچرات استودم در کورا. رانندگان میگویند وضع به حدی است که ماشین‌های برقی گاهی در نیمه راه میمونند و مجبورند برای اواکواتور پول بدهند تا آنها را به نقطه‌های برقدهی برساند. از این رو خرج نظر به درآمد بیشتر شده است. بیشتری تاکسی ها در دوشنبه ماشین های برقی هستند. روزهای اخیر با پیش آمدن کمبود برق در نقطه های برقدهی برخی از مسافران هم از کمچین شدن تاکسی در ساعت های معین شکایت می کنند. نظر مسئولین نقطه های برقدهی الکترومبیل ها معلوم نیست. مقامات رسما محدود شدن برق را در پایتخت شرح ندادند. اما یک کارمند شبکه های تقسیمات برق گفت سفارش شده است که انتقال برق در بعضی از چنین نقطه ها در وقت سرباری برق یعنی ساعت هایی که به خانه ها برق انتقال می شود تنظیم شود. با گفته وی اگر برق در چنین نقطه ها خاموش نشود ممکن است صدها نفر در بلندوشانه ها بی برق بمانند. یک سبب شدید شدن کمبود برق در پایتخت را امسال برخی از تحلیلگران و ساکنان به زیاد شدن شمار ماشین های برقی وابسته می‌دانند. برای که شهر به حد میده شما خونه میبید سویت نمیرسد برای که برق نمیرسد برای که الکترومبیل برق شما میگیرد شما به برق میشینید. به حساب میانه یک سال اخیر شماره ماشین های برقی در کشور به مراتب بیشتر شده به 12,000 عدد رسیده است. دستور شهرداری است که باید همه ماشین های تاکسی در پایتخت به الکترومبیل های وصل کرده شوند. حکومت هم بیشتر شدن خودروهای برقی را تطبیق برنامه اقتصادی سبز مینامد. اما ساکنان که به این هم از وضع نقلیات در شهر راضی نبودند از آن نگرانند که در فصل سرما و با شدیدتر شدن مشکل احتمال وضع بدتر خواهد شد. و 28 نوامبر زاد روز 2 روزنامه‌نگار زندانی توجیک عبدالستار پیر محمدزاده و زوقبک سیدامینی است. یکی 47 و دیگری 42 ساله شده‌اند. 4 سال است که روز تولدشان پس پنجره سپاری می‌شود. تفصیلات در وبسایت ما. دوستان مهربان رسیدیم به پایان برنامه اخباری آزادی. سپاس که ما را همراهی کردید. در سامانه azadi.org و صفحه اجتماعی میتوانید ما را همین گونه پیگیری کنید. خود را احتیاط کنید از آن در روزهای آینده و خدا نگهبان هر یک شما باشد.